السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی عبدالله و رسوله سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. بی گل روی تو عالم قفسی است، بی گل روی تو عالم قفسی است، زندگی بی تو تلاش عبثی است. به دو عالم نفروشم هرگز، با تو بودن اگرم یک نفسی است. باشد نوای روز و شب جمع عاشقان، عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان. شب 19 ماه مبارک رمضان خدا رو به علی علیه السلام سوگند میدیم باقی مونده غیبت امام زمان ما رو بر ما ببخشاید، موانع ظهور حضرتش برطرف بشوند، ما هم زنده باشیم و دوران پربرکت و موفور و سرور رو درک کنیم و امروز هم همه مؤید به عنایات ویژه امام زمانمون و دیگر اولیاء دینمون علیه و علیهم السلام باشیم. گفت من غایبم نه مهدی مولای منتظر، او حاضر است و ناظر بر ماست مستمر. روزی که ما ز لاک منیت برون شویم، او می کند حکومت الله مستقر. گفت ای که باشی منتظر را منتظر، وی که خوانی حضرتش را مستمر. منتظر همرنگ شو با منتظر، تا شود آیین ایزد مستقر. یکی از شخصیت‌های پرفروغ در عالم اسلام و جهان تشیع حضرت علامه حلی رضوان الله علیه هستند. دارد در زمان ایشون یک کسی که منکر مقامات اهل بیت، به ویژه منکر مقامات علی علیه السلام بوده، یه مطالب واهی بی اساس باطلی رو در یک کتابچه جمع کرده بوده، در محافل و مجالس از روی کتابچهش میخونده و کتابچهش میبسته و میرفته. هر کسی این کتاب را از او امانت میخواسته تا در رد مطالب باطل او مطالب حقی بنویسه، نمیداده. میگفته با خدای خودم عهد کردم این کتابچه را به کسی امانت ندم. یه بار علامه حلی از او درخواست میکنه، میگه علامه به هیچ کس امانت ندادم ولی به تو میدم. 2 شرط داره. شرط اول این است که برای 1 شب امانت میدم، صبح باید بهم برگردونی. شرط دوم این است کسی جز خود تو نباید این کتاب رو ببینه. علامه قبول میکنه به این 2 شرط. میگه سر شب بود، قلم و کاغذ برداشتم، یادداشت برداری کردم، نوشتم. خسته شدم، خواب بر من غلبه کرد، خوابم برد. یه موقع به خودم اومدم که مهلت امانت سر اومده ولی من نتونستم همه رو بنویسم. رفتم یادداشتامو جمع بکنم، دیدم تا اونجا که من نوشتم بعد از اون کسی اومده ادامه داده. ورق زدم دیدم تا تمت کتاب ثبت شده. خدایا من خواب بودم، کی کار نیمه منو تمام کرده؟ دیدم اون کسی که این بزرگواری رو کرده نام مبارک خودشم گذاشته، کتبه حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان.
آیا عنایت امام زمان و اولیاء دین منحصر به علامه حلی هاست؟ نه. هر کس با صفا، با دل پاک، با عمل نیکو، با رفتار پسندیده خدمت این بزرگان عرض ادب بکنه مورد عنایت قرارش میدن. گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن. گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن. گفتم به نام نامیت هر دم بنازم. گفتا که از اعمال نیکت سرفرازم. گفتم دلم با نور ایمان منجلی کن. گفتا تمسک بر کتاب و هم علی کن. گفتم که دیدار تو باشد آرزویم امام زمان. خیلی دوست دارم ببینم این مکه‌ای، مدینه‌ای، کربلایی، تو مجلس ما در سبایی کجا هستی بیام ببینم. گفتا که در کوی عمل کن جستجویم. اهل عمل بشو دیدار حاصل میشه. باریکلا به حافظ گویی دو بیت شعر رو برای مجلس امشب ما سروده. میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. جمال یار ندارد نقاب و پرده ولیک تو گرد تن بنشان تا نظر توانی کرد. گفتم ز حق دارم تمنای سکینه امام زمانی دل آروم میخوام. من دلم شور میزنه، من استرس دارم، آرام قرار ندارم. گویی تو دل من سیر و سرکه میجوشونن، چیکار کنم؟ گفتم بشوی از دل غبار حقد و کینه. حقد و کینه و حسد و کبر و عجب و خودسالاری و منیت و از دلت بیرون کن، آروم میشی. آروم میشی. خدا رحمت کند شیخ رجب علی نکوگویان رو. به یکی از شاگرداش گفتش آقا جان شما چی کاره ای؟ گفت آقا من نجارم. گفت قربونت برم، ما یه چارچوب داریم میخوام یه در براش بسازیم. مترشو در بود. گفت شیخ رجب جون بخوای این چارچوب کجاست؟ گفت بیا جلو. خیلی که جلو اومد با اندازه در دلمو بگیر. من درم بی در و دروازه است. میخوام یه در برای دلم بسازی جز صابخونه نتونه واردش بشه. به علی علیه السلام گفتن آقا به این همه مقاماتی که دست پیدا کردی از کجا شد؟ مولا گفتن من یه کار کردم. من دم در دلم نشستم جز صابخونه رو راه ندادم. خدا رو قرار بدم آروم میشم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دل آرام گیرد به یاد خدا. اگر 7 آسمان و زمین را همه را سند منگوله دار 6 دنگ بزنن به نام من یا یکی از شما بزرگان، عشق خدا در دلمون نباشه آروم نمیشیم. قرآن میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر که از یاد خدا شد غافل زندگانیش بود بی حاصل. همه چی هم دارم اما عشق و مهر خدا نباشه کام نمیگیرم از این همه. عاشق جعفر شوشتری رضوان الله علیه کتابی دارن به نام مواعظ، اینو بخونید، خیلی کتاب قشنگیه. رفت بالای منبر گفت مردم تا دیروز ما گفتیم جز خدا رو به دلتون راه ندید، امروز اومدم بگم خدا را هم راه بدید. تا دیروز ما میگفتیم مشرک نباشید، امروز اومدم بگم خدا رو هم شریک قرار بدید تو زندگیتون. یه گوشه دلتونم نام این خدا رو بنویسید. شرار عشق حق زن بر دل و جان، خس و خاشاک غیر حق بسوزن. خب کسانی که دیشب ما در محضرشون بودیم عنایت دارن. عرض کردیم که تنها ماهی که نامش در قرآن اومده ماه رمضانه و اونم در رابطه با نزول آیات الهی قرآن اومده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. پس شرافت رمضان به نزول آیات الهی قرآنه. من چقدر رمضانی میشم اون مقداری که قرآنی بشم. پیامبر فرمودن اشراف و امتی حملت القرآن. شرافتمندان امت من حاملان معارف قرآنی هستند.
همیشه باید با قرآن معنوس بود، به خصوص در رمضان که فرمودن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. عرض می‌کردیم که قرآن یک کتابی است که برای هدایت انسان اومده. القرآن دلیل یدل علی خیر السبیل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء. کتابی که نمیدانم لا ادری درش وجود نداره، بیان کننده هر چیزی است که انسان در مسیر کمال به اون نیاز داره. دیشب عرض کردیم اولین حرف قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم در فاتحه الکتاب، آخرین حرف قرآن سین من الجنة و الناس به هم بچسبونی میشه بس. اون چی که ما بین این به و این سینه برای هدایت انسان ها کافی است. چون خیلی از شما بزرگان نبودید، دیشب حیفم میاد این شعر آقای حسن زاده رو نخونم. میگوید تعالو را شنو از حق تعالی، تو را دعوت نماید سوی بالا. بیا بالا به سوی سفره خاص، بیا بی لذت الحمد و اخلاص. بود این سفره ات بی هیچ وسواس، ز بد به فاتحه تا آخر ناس. اگر اومدی سر این سفره سیر سیراب میشی. عرض میکردیم که قرآن رو اجمالاً از کلام و لسان خودش شناختیم. وظیفه بعدی ما فراگیری زبان قرآنه، وظیفه بعدی ما تلاوت قرآنه، وظیفه بعدی ما با تدبر خوندن قرآنه. قرآن گله میکنه. امشب ما قرآن سر میگیریم، نیست همین قرآنی که به سر میگیریم گله‌مند از خیلی از مردم که افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ در آیات من تدبر نمی کنید، اندیشه نمی کنید، از روی تعمق و ژرف نگری آیات من مطالعه و تلاوت و قرائت نمی کنید. یه آیه تو قرآن می فهمد که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر ما قرآن رو به جای که به دلهای شما نازل کردیم به کوه‌ها نازل می‌کردیم، کوه‌ها منفجر می‌شدن. یعنی دل من سخت‌تر از کوهه، به خاطر اینکه تدبر در آیات الهی نمی‌کنم. که امام صادق فرمودن که لا خیر فی قرائة لا تدبر فیها. خیری آنچنان نیست در قرائت و تلاوتی که تدبر در کنار او نباشه، اندیشه در کنار او نباشه. اگر یه بار با تدبر این آیه رو بخونم که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. ای کسی که ایمان آوردی، ای ایمان آورندگان، خیانت به خدا نکنید، خیانت به رسول نکنید، خیانت به امانات نکنید. ممکنه پولیو بگیرم ندم، قولی بدم برخلافش عمل کنم، نقض قول و عهد و میثاق بکنم، امکان نداره. ممکنه شما رازتون رو به من بگید، به دیگری بگم. امانات تنها اشیاء نیستن، راز شما نزد من امانته. امام هفتم فرمودن اگر کسی سمت راستش رو نگاه کرد، سمت چپش هم نگاه کرد، یه چیزی به شما گفت، اگر اینو به دیگری گفتی خیانت به برادر خواهر ایمانت کردی. با اینکه نگفته دوست ندارم کسی بدونه، با من و تو میدونیم، اینو نگفته ولی با احتیاط داره میگه. گفت دیشب غم دل به دل بگفتم به نهفت، چون صبح دمی دیگری هم میگفت. من بودم و دل راز مرا باز که گفت، دیگر غم دل به دل نمیباید گفت. نکنه اینطوری باشه. گفت اگر میخواد یه جمله عالمگیر بشه به یکی بگید، بگو خدا وکیلی به کسی نگو. این به همه میگه ولی تو به کسی نگو، همه متوجه میشه. یه حدیث بخونم یادگاری شب 19 باشه. خدا شده اگر از امشب این حدیث رو ما یادگاری داشته باشیم خیلی چیز گیرمون اومده. علی علیه السلام فرمودن که صدور الاحرار قبور الاسرار.
سینه آزاد مردان گور رازهاست. ما کسی که فوت کرد دفنش کردیم هی میریم نقش میکنیم مرده رو بیرون میاریم در دیگه حرام نقش قبر، نقش سینم حرامه، نقش سینم حرامه. صاحب تبریزی میگه نیست ممکن که تراوش کند از ما سخنی، در نهان خانه ما آینه ها ستارند. امکان نداره لام تا کام از اون چه که کسی بر من گفته برای دیگری بگم. اگه با تدبر این آیه رو بخونم پرده از اسرار مردم بر نمیدارم. با توجه این آیه رو بخونم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. آیا حاضرم غیبتی که از دیدگاه قرآن خوردن گوشت برادر مرده است انجام بدم؟ انجام نمیدم. در مقابل پدر مادرم برسم، قرآنی که 4 بار میگه و بالوالدین احسانا، نازکتر از گل به پدر مادرم میگم. قرآنی که دستور میده قولوا للناس حسنا، با مردم نیکو سخن بگید. اگر قرآنی هستی، اگر بنده خدایی باید قشنگ حرف بزنی. زبان نیشدار مال بنده خوب خدا نیست، زبان نیشدار مال مؤمن نیست. گفت مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. خیلی زبان. علی علیه السلام فرمودند که حد اللسان امضا من حد سنان. تیغ زبان کاریتر از شمشیر و سرنیزه و کارد و نمیدونم این حرف هاست. چرا که شمشیر به تن میخوره، زبان به دل میخوره، دل التیام نمیپذیره. با دقت این آیه رو بخونم، به این آیه برسم یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، قول استوار محکم بگید. اگر قول محکم بگم قرآن مزدش چیه؟ قرآنی که امشب بر قلب نازنین پیامبر گرامی نازل میشی، قول محکم استوار بگم مزدش چیه؟ همون مزدش آیه بعدیه یصلح لکم اعمالکم. همه گره های کور زندگی تو باز میکنم. معلوم میشه خیلی از پاپیچای من مال زبون هرزه منه، خدای نخواسته. و یغفر لکم ذنوبنا، همه گناهانتو میبخشم. نکنه بسیاری از گناهان من در گرو زبان یله و رهای منه. اگه زبونمو نگه دارم از خیلی گناهان چی میشم. به این سخن امام صادق علیه السلام توجه بکنید. فرمود اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. زبان جثه‌اش خیلی کوچیکه اما جرم و جرائمش خیلی بزرگه. من یه ماه رمضونی بعد از افطار خطکش میخه حلقم گذاشتم تا سر زبونم 8 سانت. ببریم تو ترازو بذاریم یه سرینی من وزنش، اما عالمو میتونه آتیش بزنه. و فلفل نبین چه ریزه، خیلی جنایت میتونه بکنه. بعد فرمود و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. کی رستگاری و نیکبختی دنیا و آخرت رو یه جا میخواد؟ زبونش نگه داره. تمام شد. زبونش نگه داره. یه عالمی میگه من شمردم زبان 50 گناه بزرگ میتونه مرتکب بشه که هر کدومش کافیه صاحبش جهنمی کنه. یکی براش پیغام داد چرا 50 تا؟ گفت چند تا؟ گفت من شمردم 150 تا. اخیراً توی کتاب اخلاقی میخوندم که نویسنده میگه من شماره کردم زبان 400 گناه میتونه مرتکب بشه. اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. با تدبر آیات الهی رو بخونم اون وقت میام در مسیر پیغمبر. ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. ببینید عجیبه ها، نفس کشیدن پیغمبر بوی قرآن میده، بوی معارف قرآنی میده. اگر دنبال پیغمبر را بیافتیم دقیق دنبال قرآن را افتادیم. ولذا فرمودن لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. چرا اسوه است؟
برای اینکه جز در مسیر قرآن حرکت نمیکنه. با این آقای ابوالعین شعیشع شیخ القراء مصر که اخیراً به رحمت خدا رفت، در شهر قاهره ما نشسته بودیم، یه 2 ساعتی با هم صحبت میکردیم. یه جمله ایشون گفت خیلی قشنگه، گفت ما که خودمون رو شاگرد قرآن میدونیم باید یه طوری زندگی کنیم هر کس ما رو دید بگه القرآن یمشی علی الارض، قرآنی که داره رو زمین راه میره. اگر بر اساس قرآن عمل بکنم زندگی مقدمه بهشت برین و جنات نعیم میشه، اینطوری میشه. یه نکته رو من بگم، خیلی نکته ظریف دقیقیه. ببینید روزی که پیامبر گرامی به رسالت رسیدن، 40 سال قبل از رسالت هم اضافه کنید، بیاید تا روز شهادت امام عسکری علیه السلام سال 260 هجری قمری، 69 سال غیبت صغرای آقا امام زمان هم بهش اضافه کنید، میشه 384 سال. بگید 4 قرن. سخن اول پیامبر گرامی رو بگیرید بگذارید کنار سخن آخر امام زمان در پایان غیبت صغرا، اگه مو زد با هم. اینا که به حسب ظاهر بعضیشون 4 قرن من فاصله داشتن، نه تنها سخنانشون مغایر با هم نیست بلکه در جهت تایید سخنان هم دیگه است. چرا اختلاف نیست؟ به خاطر اینکه بر اساس قرآن اینا سخن گفتن، بر اساس ملاک سخن گفتن، خطکش داشتن در حرف زدن، میزان داشتن در سخن گفتن. فلذا فرمودن اگر یه عبارتی رو به شما معرفی کردن که این سخن امام صادقه، سخن امام باقره، سخن پیغمبره، اینو به قرآن عرضه کنید. اگر با معارف قرآنی سازگار بود و عملو به، اما اگر مغایرت داشت فدع و رهاش کنید او فضربوه علی الجدار. آقا ما تو خونمون 5 نفریم 5 جور حرف میزنیم، سر یه سفره نشستیم، همزمانیم، هم نفسیم، روبرو همیم، آبمون توی جوی نمیره. اینا چطور 400 سال با هم فاصله داشتن یه جور حرف زدن؟ من در یه محفلی که بزرگان بودم گفتم اگر کسی یه سخن از معصوم رو پیدا کرد که با سخن معصوم دیگری در مغایرت باشه، من چیزی از مال دنیا ندارم ولی اون چی که در عمرم اندوختم جایزه میدم به اون فرد. صحبت من تموم شد، یه عالم بزرگواری گفت این که تو گفتی اگر یه حدیث با حدیث دیگه من یه تنم لرزید. گفتم لابد ایشون چیزی داره. گفت اگر کسی پیدا کرد منم تمام زندگیمو میدم رو زندگی تو. این که فرمودن 124 سال پیغمبر یه جا باشن با هم دعواشون نمیشه. چرا که همه یه چیز میخوان، همه یه هدف دارن. پس فرمودن که القرآن بلاغ من الدنیا الی الاخره، قرآن نقشه راه ماست، قرآن نقشه راه ماست. هر آیه قرآن یا هدایتگر یا هشدار دهنده است. اگر به آیات هدایت کننده و هشدار دهنده قرآن توجه بکنم دقیقاً مرکب من مقابل بهشته، برای این کنار حوض کوثر من رو میرسونه. به آیات هدایت کننده و هشدار دهنده. خب لازمه که این آیات رو من حفظ کنم، به خاطر بسپارم. اگر نقشه راهه این نقشه ها رو به خاطر داشته باشم. من برای شما یه یادگاری خیلی خوبی امشب آوردم. دیشب راجع به حفظ آیات قرآن سخن میگفتم، یه مطلبی رو در آوردم براتون یادداشت کردم از فزه خادمه که خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. فزه دارد بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها 20 سال فزه زندگی کرد ولی یک کلمه حرف حتی با فرزندانش نزد. هر کی سخنی با او میگفت لازم بود جوابشو بده. آیه یا آیاتی از قرآن رو میخون، منظورش رو به مخاطب میرسون. سریع میخونم وقت گرفته نشه. مکالمه قرآنی فزه سلام الله علیها.
ابوالقاسم قشیری در کتاب خویش نقل کرده است فضه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها در بیابانی از کاروان حج عقب افتاد و تنها در بیابان سرگردان بود. شخصی به نام عبدالله مبارک که او هم از کاروان جا مانده بود با فضه برخورد کرد. میگه بانوی را در بیابان تنها دیدم، من سوار بر شتر بودم، او پیاده راه طی می‌کرد. هرچه از او پرسیدم آیه از قرآن برا من خوند، این گونه به من جواب داد. به او گفتم تو کیستی؟ این آیه رو خوند و قل سلام و سوف یعلمون. اول سلام بکن، سلام نکرده حرف نزن. سوره مبارکه زخرف آیه 89. سلام بهش کردم، گفتم که چه میکنی؟ گفت و من یهد الله فما له من مضل. سوره مبارکه زمر آیه 37. فهمیدم که داره به من میگه من راهو گم کردم، کاروانمو گم کردم. گفتم تو از اجنه هستی یا انسان هستی؟ گفت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. سوره اعراف آیه 31 که گفت من انسانم. گفتم که از کجا میایی؟ این آیه رو خون، ینادون من مکان بعید. فهمیدم از راه دوری داره میاد. سوره فصلت آیه 44. گفتم کجا داری میری خانم؟ این آیه رو خون، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دارم میرم برای انجام مناسک حج. آل عمران آیه 97. گفتم که چند روز از کاروان عقب موندی؟ گفت لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام. 6 روزه. من متاسفانه فرصت نیست که این آیات رو ترجمه کنم که شما مسلطید. البته سوره مبارکه قاف آیه 38. گفتم که خانم به غذا میل داری؟ گرسنت هست؟ این آیه رو خوند و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. انبیا آیه 8. یعنی بله گرسنمه. به او غذا دادم. گفتم خانم اینطوری که تو میای نمیرسیم به کاروان، تندتر بیا. تا اینو گفتم این آیه رو خوند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نفس در جای گرم در میاد. خودت سوار شتری من پیادم. سوره بقره آیه 286. فهمیدم خسته شده. گفتم بیا بالا ترک من بشین. این زمان بود طرف میپرید بالا. اینو که گفتم این آیه رو خون، لو کان فیهما آلهة الا لفسدتها. فساد ایجاد میشه. من و تو روی مرکب. انبیا آیه 222. از مرکب پیاده شدم. گفتم شما بفهمید سوار شید که فساد ایجاد نشه. سوار شتر شد و گفت سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. آیه مربوط به سفر. سوره زخرف آیه 13. آمدیم رسیدیم به کاروان. گفتم که تو آشنایی داری تو این کاروان؟ گفت تا حالا هر سوالی ما میکردیم یه آیه میخوند، این سوال کردیم 4 تا آیه خوند. گفت یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض و ما محمد الا رسول. یا یحیی خذ الکتاب به قوة یا موسی انی انا الله. من فهمیدم 4 نفر میشناسه به نام محمد و داوود و یحیی و موسی. این 4 نفر صدا کردم. یه دفعه 4 تا جوان قبراق سرحال اومدن و گفتم که اینا کیه تو هستن؟ این 4 تا. این آیه رو خوند، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. فهمون که اینا فرزندان منن. بعد میگه موقعی که رسید به فرزندانش یه آیه برای اونا خوند. گفت یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. داستان حضرت شعیب و موسی که برای دخترانش آب برد و شعیب به او
مزدی داد، اشاره که این به من خیلی کمک کرده بهش مزدی بدید. سوره مبارکه قصص آیه 26 گفت اونا یه پولی به من دادن، این پولو که دید رو کرد به بچه‌هاش گفتش که والله یضاعف لمن یشاء، خدا وکیل خیلی کم دادی. سوره مبارکه بقره 261. بعد به اون 4 نفر گفتن که این خانم کیه که تو این سفر یک کلمه با ما حرف نمیزنه، هرچی میگیم قرآن بخونه. گفت بله این مادر ماست، بعد از شهادت صدیقه